مردا که دل ندارن، یه تیکه سنگ گوشه سینه‌شونه. مردا که نباید گریه کنن، باید همه دردا رو بریزن تو دل خودشون. مردا که نیازی به محبت و بغل و قربون صدقه رفتن ندارن، همیشه باید مثل یه کوه محکم باشن. مردا که نباید قهر کنن، وگرنه بهشون میگن پرنسس و این میشه یه نقطه ضعف واسهشون. مردا که نیازی به هدیه و گل و توجه ندارن، اما همیشه باید صد خودشون رو برای دیگران بذارن تا بقیه راحت بشن. اما حقیقت اینه که مردا هیچ وقت نمیگن چی میخوان و چی نمیخوان. میخواید بذارید پای غرورشون یا سنگ بودنشون، ولی از رفتار و نگاه و صحبت کردنشون میتونید بفهمید که مردا شاید حتی بیشتر از خانوما به تمام اینایی که گفتم نیاز دارن.